منبر جهانی. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. الحمدلله و صلاة و سلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سروران گرامی و بینندگان بزرگوار، با موضوع زکات در خدمت شما هستیم. زکات یکی از ارکان پنجگانه اسلام است. در 82 آیه زکات مقارن با نماز در قرآن کریم ذکر شده. و همینجا اضافه کنم که ما در اسلام چیزی به نام خمس نداریم و خمس فقط یک بار در قرآن کریم ذکر گردیده که هدف از آن غنایم جنگی است. اما چیزی که به عنوان زکات یعنی پاک کننده مال در اسلام فرض شده و بر مسلمانان واجب است که آن را پرداخت کنند، فقط زکات است که 2.5% از مال هر مسلمان را در بر میگیرد. الله متعال در سوره اسراء آیه 30 می‌فرماید ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. یقینا الله متعال پروردگار تو فراخ می‌کند روزی را برای هر کسی که بخواهد و یقدر و تنگ می‌کند. انه کان بعباده خبیرا بصیرا. الله متعال به احوال بندگان خودش خبردار و بیناست. چون که خبردار و بینا هست، حالت یکی را می‌بینید که از لحاظ مادی آنقدر فراخ می‌کند و او را در رفاه و آسایش قرار می‌دهد که دیگران به او رشک می‌برند، و حالت کسی دیگری را می‌بینید که اونقدر تنگ می‌کند و او را در تنگنا و آزمایش قرار می‌دهد که به نان شبش محتاج است. و قطعاً در تفاوتی که بین این دو هست، هرگز خوب بودن و بد بودن انسان معیار نیست. این حکمت الله متعال است که گاهی اهل ایمان را از لحاظ مادی به طور خصوص اهل ایمان را بیشتر مورد ابتلا و آزمایش قرار می‌دهد و اهل ایمان معمولاً در تنگنای بیشتری از بقیه هستند، و گاهی از میان اهل ایمان باز می‌بینید کسانی را که الله متعال حکمت و اراده او رفته در رفاه و آسایش قرار می‌دهد. پس این به خود الله متعال برمیگردد و من و شما و هیچ کس دیگری در این قضیه نمیتواند نه دخالتی بکند و نه تحلیلی. دارا بودن و نادار بودن، فقیر بودن و ثروتمند بودن هرگز به سواد داشتن و بیسوادی نیست، هرگز بی دیندار بودن و بیدینی نیست. هیچ ربطی به این قضیه ندارد. این حکمت و ارادی الله متعال است که هر گونه بخواهد
بندگان خودش را مورد لطف و نعمت یا مورد ابتلا و آزمایش قرار می‌دهد. نعمت‌هایی که الله متعال به بندگانش عنایت می‌فرماید فراوان است. یکی را می‌بینید که نعمت سلامتی را به او مداوم عنایت می‌کند. به دیگری نعمت زیبایی عنایت می‌کند. به دیگری نعمت مال عنایت می‌کند. به دیگری نعمت هنر عنایت می‌کند. یکی را می‌بینید که خدادادی نقاش است، خطاط است، سلیقه دارد. این تقسیم از سوی الله متعال است. اما این که خداوند همه نعمتها را به یک نفر عنایت بکند و یک نفر دارای همه خوبی ها باشد، غالبا این از حکمت خداوند به دور است. یعنی خداوند چنین نمی کند. خداوند قاعده دارد و سنت لا یتغیر او بر این رفته است که همیشه انسان از لحاظ داشته‌های دنیوی به دیگران محتاج است و این احتیاج است که در واقع جامعه را به یکدیگر وابسته می کند. در یک جامعه بزرگ شما می بینید که همه به همدیگر محتاجند. یک ثروتمند به کفاش محتاج است، مثلا به سلمانی محتاج است، به حمامی محتاج است. همه به یک دیگر محتاجند و همین احتیاج است که در واقع جامعه‌ای را تشکیل می‌دهد و این جامعه رمز بقایش همین است که مردم هر کس به نوعی به دیگری محتاج است. پس این حکمت خداوند است که چگونه چه کسی را چقدر کی چطوری روزی می‌دهد یا سایر نعمت‌ها را به او عنایت می‌کند. گاهی نعمت‌ها باعث رحمت از سوی خداوند می‌شوند و گاهی همین نعمت سبب ابتلا و آزمایش و سختی می‌شود. تفاوت در روزی گاهی سبب امتحان و آزمایش است، گاهی سبب خیر و برکت فراوان است که انسان اگر از او بتواند خوب استفاده بکند اون هم وسیله‌ای برای جلب رضای الله متعال و خوشنودی ذات متعال است. رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیحی که مستدرک امام حاکم نیشابوری در مستدرک خودش آورده می‌فرماید ان الله قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم. الله متعال همچنان که اخلاق شما را بین شما تقسیم کرده، روزی را نیز در میان شما تقسیم کرده. و ان الله یعطی الدنیا من یحب و من لا یحب. دنیا را به هر کسی که دوست دارد و دوست ندارد میدهد. ولا یعطی الایمان الا من یحب. ولی ایمان را فقط به کسی میدهد که او را دوست دارد. به کسی که او را دوست ندارد ایمان نمیدهد. چقدر حدیث زیبایی است. به محتوای این حدیث شما دقت کنید و به عمق این حدیث شما دقت کنید. قابل توجه اونهایی که دین برایشون ارزش ندارد، ایمان برایشون ارزش ندارد، معیار سنجش از نظر اونها فقط داشته های دنیاست که ماشین خوب، خانه خوب، زندگی خوب، رفاه، آسایش، همش در فکر این چیزها هستند. هرگز فکر نمی کند که این ایمانی که او در اختیار دارد بزرگترین ثروت و سرمایه است که در اختیار دارد و این ثروت و سرمایه، ارزش این زمانی مشخص می شود برای همگان که در اون روز دیگر فرصت عمل کردن نباشد. امیدواریم که خداوند چشم و گوش همه من و شما را باز کند و ما را بیدار بگرداند. فلسفه زکات چیست؟ چرا خداوند متعال زکات را فرض کرده؟ خداوند متعال و الله ذوالجلال هر کدوم از عباداتی که بر ما فرض گردانیده برای اونها حکمت و فلسفه‌ای وجود دارد. زکات قبل از هر چیز به عنوان یک عبادت بر ما فرض شده است. همچنان که نماز خواندن عبادت است
ما بفهمیم که چرا نماز میخوانیم یا نفهمیم، امتثال امر الله متعال و پیروی از رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم در نحوه نماز خواندن و چگونگی نماز خواندن، این خودش بزرگترین فلسفه نماز است. یعنی به تعبیر معروفتر، ما دو نوع عبادت داریم، یکی عبادت‌های تعبدی و یکی غیر تعبدی هستند. عبادت‌های تعبدی فلسفه نمیشناسن. ما بفهمیم که چرا نماز فرض شده، چرا زکات فرض شده، چرا روزه فرض شده یا نفهمیم، این مهم نیست. مهم این است که ما حکم الله متعال رو به جای بیاریم. بعضی عبادت ها هم هست خب آدم میتونه برایش فلسفه تحلیل کنه. درباره زکات علاوه بر این که یک عمل عبادی است، خب ما میفهمیم که زکات میتواند فقر را از جامعه دور کند. چون در فلسفه زکات همونجا که صحابه رضی الله عنهم میرفتن که زکات بگیرند، میفهمیدن و میگفتن به مردم، اونایی که اون زمان زکات دادن برایشون دشوار بود، تازه مسلمان ها، در نحوه و در فلسفه پرداخت زکات گفته شده که تؤخذ من اغنیائهم و ترد الی فقرائهم. زکات از فقرا، از اغنیا گرفته می شود و به فقرا بازگردانده می شود و این در واقع برای رفع نیاز جامعه است. و این 2.5% زکاتی که الله متعال فرض کرده در واقع کافی است که توازن را در جامعه برقرار کند. یعنی توازن بین فقیر و بین ثروتمند با این 2.5% قطعا برقرار می شود، به شرطی که 2.5% درست پرداخت می شود. با کمال تأسف بسیارند کسانی که در حاشیه اسلام زندگی می کنند در اون آخرین کناره و سعی می کنند به هر نحوی، همچنان که درباره نماز بعضی ها شیطان فریبشون میده و خود را دور میگیرن، متاسفانه درباره زکات هم بعضی ها حتی در بعضی کشورها خودشان را میرن مثلا جزو بعضی مذاهبی می نویسن که اونها زکات پرداخت نمی کنن، مثلا به گمان خودشون خمس پرداخت می کنن. این در واقع فریب است که انسان خودشو فریب بده. و الا زکات حکم الله متعال است و عرض کردم که در 82 آیه در قرآن کریم زکات با نماز یک جا ذکر شده. علاوه بر این زکات میتواند بسیاری از فضائل اخلاقی را در انسان ایجاد بکند. زکات بخل را از بین میبرد. زکات انسان را نرم دل میکند، نسبت به هم نوع خودش، هم جنس خودش نرم میکند. دلهای انسانهایی که اندکی به دنیا رغبت بیشتر دارند، دلهای اونها را به کسانی که محتاج هستند و مشکل دارند متوجه میکند. پستی را از بین میبرد، خودخواهی را از بین میبرد، طمع را از بین میبرد، بسیاری از رذایل اخلاقی و اجتماعی را از بین میبرد و انسان را پایبند اخلاق میکند، پایبند بسیاری از فضایل اجتماعی میکند. امیدوارم که خداوند متعال به همه من و شما توفیق عنایت کند که ما بتوانیم زکات را به عنوان یک عبادت انجام بدیم و اینکه چقدر باید زکات داده بشود، فرصت برنامه ما متاسفانه ظرفیت این را ندارد و شما سعی بکنید که از علمای بزرگواری که در هر منطقه‌ای که شما هستید زندگی میکنید بپرسید. زکات طلا، زکات نقره، زکات مالهای تجارتی، زکات گاو، زکات گوسفند، هر کدوم از خود مقدار معینی دارند که امیدوارم خداوند به همه من و شما توفیق عنایت بفرماید که همه عبادت ها را فقط به خاطر الله متعال انجام بدهیم. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر همه شما را به الله متعال میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت،
نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت.